سلام، وقتتون بخیر باشه. خب تو این جلسه میخوایم با هم دیگه بیشتر با فلو کنترل یا اون جریانی که یک دونه ورکفلو میره جلو رو آشنا بشیم. خب توی مثالهای قبلی اگه یادتون باشه یک اتفاقی میافتاد و ما فقط بر اساس اون اتفاق که داشت میافتاد یه تصمیمی رو میگرفتیم. مثلا میگفتیم که اگه فرم ثبت پیامی اومد بیا و اونو مثلا داخل تلگرام ارسال کن. حالا میخوام یکم اینو هوشمندترش کنیم، یعنی یک سری شرط بذاریم و بر اساس اون شرط ها بیایم تعیین کنیم که چه اتفاقی بیفته. مهمترین اتفاقاتی که اینجا ما میتونیم رقم بزنیم 4 تا المانه. یکی میتونیم شرط بذاریم، حالا چه با ایف میتونین شرط بذارین، که مثلا با سویچ میتونین شرط بذارین که میتونین جزء شرط گذاری و تغییر مسیر میشه. یکی تکراره که حالا بهش میپردازیم، ممکنه مثلا یک کاری رو بخواین چندین بار انجام بدین. و یکی ترکیب یا جدا کردن مسیره، تو یک مسیری داره میاد مثلا جداش میکنیم یا یکیش. خب برای که بیشتر با این مسائل آشنا بشیم دوباره میام داخل N10. من 2 تا جدول دارم اینجا که یک سری لیست سفارش داخلش. این بار تریگر رو میذاریم کنار، فکر کنیم مثلا حالا به صورت دستی میخوایم اجراش کنیم، حالا هر تریگر میتونه اینجا باشه. من فقط برای اینکه دیتایی داشته باشیم فکر کنیم این تریگر که اتفاق میفته ما یک دیتایی داریم از جدول سفارشام و میگم یه دونه سفارش برام بیار. خب من یه سفارش دارم، یه استاتوس خاصی هم داره و آیدیش هست و حالا من میخوام برای این یک سری شرط هایی بذارم. چه شرط هایی؟ همون چیزی که ما اینجا داشتیم. مثلا میگم که اگه سفارش بالای 5 میلیون تومان بود یا پیامی که میفرستی رو متفاوت قرار بده با پیام معمولی که داریم. خب ما میام اینو پیاده میکنیم. فکر کنیم یک حالا توی مثال قبلی مثلا ما با وب‌هوک این کار رو انجام دادیم. حالا اینجا با هر اتفاقی میتونه این رقم بخوره، زیاد اهمیت نداره. فکر کنین این دیتای ورودی ما چیه؟ یه چنین جیسونی برامون اومده. خب یک چیزایی که اینجا داریم، یک مبلغ داریم، یه دونه استاتوس داریم و بقیه موارد. خب من قرار بیام اینجا چک کنم و بگم که آیا این مبلغه از یک حدی بیشتر هست یا نه. برای این کار میام یه دونه ایف استفاده میکنم. با استفاده از ایف ما میتونیم بیایم و شرط های مختلفی که میخوایم رو اجرا کنیم. مثلا من اینجا میگم اگه که این عددی که اینجا هست بیشتر از 5 میلیون بود، اینو اجرا میکنم. اول یک ارور میده، اینه که من نمیتونم اینو تبدیل کنم، برای اینکه بعضی وقتا پیش میاد این ارور رو میخوریم، این تیکو میتونیم بزنیم. خب 2 تا خروجی داره این گره. یک خروجی ترو داره، یعنی اون شرطی که ما اینجا در نظر گرفتیم اجرا شده و درسته. یه زمانی هم هست که این شرط غلطه. نکنین مثلا این رقمی که ما اینجا داشتیم 776109، خب از این 5 میلیون کمتره، بزرگتر نیست، پس میاد توی برنچ فالس. خب دوباره میخوام همون مسیر قبلی رو پیش بریم با یک تغییر. من اومدم داخل تلگرام یه دونه کانال زدم و رباتمو اونجا اد کرد. میخوام بگم اگه این میزان سفارشی که دارم بیشتر از 5 میلیون تومان بود بیا مثلا مستقیم به خودم پیام بده و اگه زیر 5 میلیون تومان بود فقط بیا بذار اینجا توی این مثلا کانال عمومی که هست تا کسایی که حالا بخوان اینو چک کنن چک کن. برای که اول بیایم و فالسش رو درست کنیم، من میام اینجا تلگرام استفاده میکنم، میگم بیا و یه دونه پیام متنی بفرست. خب مجدد همون چت آیدی و تکست رو میخواد. تکستش رو من میذارم سفارش جدید ثبت شد. مثلا شماره سفارش
شماره سفارش من حالا مورد یادگیر رو میذارم. اینجا هم میتونم مثلا مبلغ سفارش و این مبلغ رو اینجا قرار. خب ما یه چت آیدی میخوایم. ما گفتیم این پیام از خروجی فالسمون اون پیامی میاد که استاندارده، پیام وی آی پی نیست. برای که حالا اینجا ببینیم گفتیم اگه بالای 5 میلیون تومان بود یا وی آی پی باشه وگرنه که یک پیام معمولی باشه. خب پس این یک پیام معمولیه. باید چیکار کنیم؟ باید بیایم اینجا و آیدی اول این چنل رو پیدا کنیم. خب من برای که آیدیشو پیدا کنم یه نقطه براش میفرستم تو کانال و این پیام رو دوباره ارسال میکنم به همین get ID bot. میاد و آیدی رو بهم چت آیدی رو بهم میده. خب من چت آیدی رو برمیدارم و میام داخل نیتن و اینجا اینو قرار. خب من اینو اجرا کنم یک ارور دارم، میگه که هیچ چنین گروه یا یوزری وجود نداره. خب بریم اینجا این رو دادیم نیتنایاری که ساخته بودیم، اشتباهمون رو انتخاب اکانت. خب می‌بینیم که اومد پیام داد و گفتش که یک سفارش جدید ثبت شد، شماره و مبلغ سفارش هم برام فرست. خب حالا من میخوام بگم اگه این سفارشه بالای 5 میلیون تومان بود چه اتفاقی بیفته. خب پس میام اینجا قرار میدم مثلا دوباره با تلگرام و اینجا هم دوباره میام یه پیام متنی برام بفرست. رباتی که ساختیم اینجا هم می‌نویسم سفارش جدید مثلا ثبت شد که بتونم فعل قبلی استفاده کنم. خب من اینجا یه تغییری انجام میدم، لازم نیست مثلا الان در حال حاضر بپردازیم بهش. من یه فیچر فقط گذاشتم که اگه سفارشی بود که مبلغش بزرگتر از این 5 میلیون تومان بود بیاد و اینو بهم بده. دلیلی که داره اینه ایش از استرینگ هست و این واقعا نمیتونه. خب پس ما اینجا نمیتونیم این خروجی رو داشته باشیم و در ادامه دقیقاً راه حلش رو بهتون میگم که باید. خب حالا من میام همینو فعلا دستی توی سفارشام میام سفارش اضافه میکنم فقط برای اینکه واقعا داره بیاد. میگم یه دونه بهم بده و اینجا هم یه دونه حالا اوردر بهش میدم بر مثلا آیدی سفارش اولی که قبلا داشتیم. اینا فعلا نمیخواد وارد این موارد بشین چون چیز پیچیده‌ایه و چون هنوز باهاش آشنا نشدین شاید گیج. خب دوباره همین اتفاق میفته و این مرحله اجرا میشه و این بار این سفارش مبلغش بالای 5 میلیون تومان باید قطعا بیاد داخل این گره جدید. خب اینجایی که ما ترو برنچی که داشتیم قرار بود چت آیدی خودمون رو بگیریم. من میام اینجا چت آیدی خودم که قبلا گرفته بودم برمی‌دارم و اینجا قرارش. اینجا می‌نویسم که مثلا حالا متن رو کپی می‌کنم سفارش جدید مثلا چون تغییری تو این اتفاق نیفتاد. اینم اجرا می‌کنم و اگه بیام داخل تلگرام
میبینین که این سفارش که سفارش جدیدی هست برای اکانت خودم و داخل کانال قرار نگرفت. خب من این دوتا رو پاک میکنم که حالا یکم دوباره اینو با هم دیگه چک کنیم. مثلا فکر کنیم به جای یکی اینجا ما 2 تا ورودی داریم. اگه من اینو با 2 تا ورودی اجرا کنم می‌بینیم که اینجا یه دونه پیام به خودم داد، گفت سفارش مثلا یک پیام داخل کانال فرستاد، گفت سفارش شماره 2 مبلغش حالا زیر 5 میلیون تومان بود ثبت شده. برای خودم یک پیام داد، این سفارش بالای 5 میلیون تومان بود و برام پیام شخصی اومد. خب این یک مثالی بود از مسئله‌ای که مربوط به ایف. حالا ممکنه ما غیر از این داستان بخوایم شرط‌های دیگه‌ای هم بذاریم. یعنی مثلا بگیم اگه اینجا نگاه کنین اونجا یه سری موارد دیگه هم ازش داشتیم. مثلا اینجا وضعیت داره. مثلا این ارسال شده، این مثلا پرداخت شده. خب اگه بخوایم اینها رو هم فیلتر کنیم، یعنی فکر کنیم باید دوباره بعد از این ایف دوباره چند تا ایف متفاوت بذاریم، یا اصلا قبل از این باید چند تا ایف متفاوت بذاریم. بگیم که مثلا اگه پرداخت شده بود لازمه که الان مثلا پیام ارسال بشه، ولی خب نه، اگه مثلا این ارسال شده بود دیگه لازم نیست اتفاق اینجا بیفته و ارسال شده دیگه. اصلا قرار نوع پیام متفاوتی رو بفرستیم یا جایی که قراره بفرستیم رو یه چیز متفاوت بفرستیم. برای همین ما میام اینجا از سویچ استفاده میکنیم. توی سویچ میتونیم بهش یه دونه ورودی بدیم و برخلاف اون اتفاقی که توی ایف میفته و فقط 2 تا خروجی داریم، میتونیم چندین خروجی مختلف داریم. اول من سویچ رو اضافه میکنم اینجا تا نمونهشو ببینین. من اینجا میتونم مثلا به هر تعدادی که دلم میخواد چیزی اضافه کنم و اگه در مقابل ایف نگاه کنین 2 تا فقط خروجی داره. اینجا مثلا 4 تا خروجی داشت، اینجا 2 تا داشت. اینجا اگه این اجرا بشه دقیقاً میتونه روی کدومشون تو این 4 تا باش. خب حالا فکر کنین دوباره همین اتفاق میفته و من میخوام اینو چک کنم و دوباره بررسی کنم ببینم مثلا وضعیتش بالای 5 میلیون هست یا نیست و بعدش بیام وضعیت سفارش رو چک کنم، بگم خب اوکی این الان مثلا کمتر از 5 میلیونه، اگه مثلا پرداخت شده هست لازم یک اتفاقی بیفته، اگه کنسل شده یک اتفاق بیفته، اگه ارسال شده خب اصلا شاید لازم نیست که اتفاقی بیفته اصلا، فقط مثلا یک چیز ساده ایه. ولی اگه مثلا وضعیتش پرداخت شده بود لازم مثلا اطلاع بدیم که مثلا براش فاکتور ارسال بشه یا از این موارد. خب ما دقیقاً میام همین کارو انجام میدیم. ما دون ایف داشتیم، ارقام رو اینجا با هم دیگه بررسی می‌کردیم و خب اینجا این دو تا رو قطع می‌کنم. دیگه به جایی که بخوام چند ایف مختلف بذاریم میایم میگیم اگه بالای 5 میلیون بود خب بیا و مستقیما پیام بده به مدیر یا همون پیام وی آی پی رو ارسال کن. اگه کمتر بود چی؟ بیا و وضعیتش چک کن. خب چجوری وضعیتش چک کنیم؟ من میام اینجا و میگم بیا استاتوس رو با یک درگ اند دراپ ساده میگم اگه استاتوس حالا مثلا تو این مورد پیده، اگه پید بود یه دونه خروجی در نظر بگیر براش. مثلا من بیام ورودی قبل اینجا خروجیامو چک کنم، بنا کنیم غیر از پیدی که دیگه مثل اسم شیپه. خب اگه ارسال شده بود بیا و یک دونه خروجی بذار، اسمش هم دقیقاً همینو میذارم. این دو تا دیگه مثلا حذف میکنم فقط همین دو. خب حالا میتونم چیکار کنم؟ برای اینا هر کدومشون رو یک مسیر متفاوتی در نظر بگیرم. مثلا اینجا که پید هست خب یک سفارش جدیدی ثبت شده، لازمه که اینجا پیام بدیم و بگیم یک سفارش ثبت شده. اینجا که ارسال شده شاید باید مشابه همین رو بذاریم، ولی بگیم مثلا سفارش مثلا شماره ارسال.
خب من این بار قبلش اول بیام پیام‌های تلگرام رو مجدد پاک کنم. یک سفارش ثبت شده داشتیم. من میام پاکش میکنم و اینجا اجرا. خب این مرحله اتفاقی که میفته اینه که سفارش اول پیامش برای خودم اومد، گفتش که این سفارش ثبت شد. اینجا هم یک پیام اومد برای عمومی که آقا اینجا سفارش ثبت. حالا اگه من این مبلغ این سفارش رو دوباره به حالت قبلی برگردونم، اینو یک بار دیگه اجرا کنم، ببینین که این بار دو تا سفارشی زیر 5 میلیون هر کدوم داخل یک جای متفاوت رفت و دو تا پیام متفاوت رفت. یک سفارشی داشتیم که ثبت شد و یک سفارشی هم که ارسال شد. خب این یک مثال خیلی ساده‌ای بود از اون ساختار سویچ و ایف. حالا فکر کنید اینجا ما به جای اینکه فقط یه دونه ورودی یا دو تا ورودی داشته باشیم، تعداد سفارشامون خیلی بیشتر باشه. اینجا قطعا اگه بخوایم اینو همیشه اجرا کنیم احتمال داره سیستم کرش کنه یا با مشکل بخوره. راهکاری که اینجا وجود داره اینه که از جدا کردن اینها به تیکه‌های مختلفی استفاده کنیم. یعنی مثلا اگه 10,000 تا سفارش داریم، بیام و اینو تبدیل کنیم به المان‌های 10 تا 10 تا. و هر بار بیام این روال رو چک کنیم و مدیریت کنیم. خب من میام اینجا فکر کنیم اینجا من اگه هیچ این چیزی رو نداشته باشم و بگم همه سفارش ها رو میخوام، اگه اجراش کنم 500 تا سفارش بهم میده. قطعا اگه بخوام 500 تا سفارش اینجا بفرستم، حالا شاید 500 تا سفارش بتونه هندل کنه، ولی در تعداد بیشتر نمیتونه. خب میام چیکار میکنم؟ میام اینجا از یک لوپ استفاده میکنم. یک حلقه‌ای که بتونم تعدادی رو بگیرم، یک پردازش خاصی روشون انجام بدم و دوباره برم بار بعد. خب اینجا نکنین یک بار یه دونه اومد داخل. چرا یکی؟ چون من گفتم یک. اگه بیام 10 تا چه اتفاقی میفته؟ تو برنچمون 10 تا میاد. خب مثلا من اینجا 10 تا ورودی دارم. حالا دوباره میام و همینا رو چک میکنم. یعنی میگم اوکی الان این 10 تا اتفاق افتاد، بیا و برو سراغ اینجا. و نهایتا برگرد و بقیه مسیر رو داشت. حالا حذفش کنم و میگیم از کجا برگرده به ادامه. این دکمه دانی هم که اینجا داریم فقط مربوط به اینه که زمانی که تموم شد همه لوپ چه اتفاقی. من اینو میذارم روی یک، اجراش میکنم، ببینید که یه دونه خروجی داد بهم. اینم اجراش میکنم، مثلا میبینید که بازم یه دونه داد و همین مسیر داره طی میشه. اینجا گزینه‌ای داریم، بعضی وقتا میتونیم اینو فقط یک بار اجرا کنیم، یعنی بیشتر از یک بار اجرا نشه. خب این یه دونه پیام فقط. اگه اینو من بذارم روی 10 تا میاد و اتفاقی که میفته اینه که باز هم مشکلی که بدون فرستاد. خب کار میکنیمش 10 تا و میذاریم 10 تا 10 تا این کار رو انجام بده. خب این یک بار انجام داد و این 10 تا تموم شد. ولی خب ما نگفتیم از کجای این داستان دوباره برگرده و این لوپ رو ادامه بده. خب این خودش یک چالشیه دیگه. یعنی شما باید هر باری که این اتفاق میفته خروجی این مسیرتون رو بیاین و به یک جایی برسونین که دوباره این اتفاق بیفته. مثلا من حالا برای اینکه متوجه بشین میام فقط چک میکنم، مثلا بعد از این حالا چه تو و چه فالس بود دوباره اینو وصلش میکنم به همین ورود. خب این بار اگه بخوام اجرا کنم میبینین که در تعداد بیشتری اجرا شد و 500 تا آیتم اومد اینجا اجرا شد و اینا دارن تک تک پیام ها ارسال میشه. اینجا هم به همین منوال میبینین که داره هر کدوم رو تک تک چک میکنه و پیام هاشون رو برام ارسال میکنه. اینجا نگاه کن هر کدوم در حال اجراین و
اینجا هم حالا در حال حاضر بازم همینو گفتید که مثلا حجم تعداد پیام‌های کوپان زیاد بود، باید یکم صبر کنم. خب من چیکار میکنم؟ میگم چه ترو بود چه فالس بود، هر کدوم از این اتفاقات افتاد، بیا مثلا چند ثانیه صبر کن و بعد اجراش کن. یعنی یه دونه مثلا من اینجا یه دونه استاپ میذارم که بیاد و یک تایمی رو صبر کنه. مثلا اینجا میتونیم 5 ثانیه صبر کن و بعد از اینکه 5 ثانیه صبر کردی بیا و برو مرحله بعد. خب میدم این گروه رو به اینجا وصل کنم، فالس هم وصل کنم مثلا، بعد این دیالم به این. خب این بار اگه اجراش کنیم می‌بینیم که 10 تا آیتم اول اومد، حالا به هر طریقی و هر مسیری که رفت اینجا یک ویت اتفاق افتاد. خب این بار دومی که داره میاد و همینطور این در یک تعداد مشخصی تو هر بار داره ارسالش میکنه. اینجا نگاه کنیم میبینیم که حالا هر باری که این داره اجرا میشه، مثلا اینجا 2 تا سفارش اومد. حالا ما اینجا فقط 2 تا شرایطو داشتیم دیگه، اومدیم فقط حالت پید کرده و حالتی که ارسال شده رو گذاشتیم. اینجا میبینیم که حالا این 2 تا داره اجرا میشه و هر کدومشون به نسبت 70 تاش مثلا اجرا شد. خب حالا فکر کنیم قرار ما اطلاعاتمون رو یکم کامل‌تر کنیم. ما اینجا یه سری اطلاعات سفارش داریم، مثلا پیام برامون اومده گفته خب سفارش جدید ثبت شد، شماره سفارش رو داریم، مبلغ سفارش رو داریم. اگه هم بیایم اینجا میبینیم که اطلاعاتی که از سفارش داریم یه چیز داریم به اسم شماره مشتری. ما نیاز داریم که همزمان که این داره اجرا میشه اطلاعات مشتری رو هم بگیریم و از اون بیایم و داخل این استفاده کنیم. اگه که چنین کاری بکنیم میایم و از گره مرج استفاده میکنیم. 2 تا ورودی متفاوت بر اساس حالا یک چیزی که خودمون تعریفش میکنیم، یه چیزی که خودمون بین این 2 تا مشترک داریم با هم دیگه مچ میشن و بعد این مسیر ادامه پیدا میکنه. فکر کنین من این تیک اینجا رو اصلا ندارم، فعلا اینجا فقط 500 تا سفارش دارم. خب همزمانی با اینکه دارم سفارش ها رو میگیرم میام و میگم اطلاعات مشتری ها هم دارم. یعنی اینجا میام و مشتری ها رو هم میگیرم، مثلا اینم میگم همش رو بهم بده. خب 200 اطلاعات مشتری هم دارم و همزمان اینجا هم میگیرم. حالا من 2 تا ورودی مختلف دارم و قرار اینا رو با هم دیگه یکی کنم. مثلا حالا من مرج رو میزنم و میگم که بیا این ورودی ها رو با هم دیگه یکی کن. اگه اجرا رو بزنم مرحله اول 700 تا آیتم بهم میده. حالا چون فقط اومده به هم دیگه اضافه شون، کار خاصی نکرد. اومده مثلا گفته سفارش یک مال مشتری یک، این اوردر ها و سفارش ها رو با هم دیگه گذاشته کنار هم دیگه. اول مثلا اینجا چون کاربرا اول بودن، اول کاربرا رو گذاشته بعد سفارش ها رو. ولی من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام بگم بیا و اینا رو بر اساس یک فیلد خاصی یکسان کن. من اینجا 2 تا ورودی داشتم، تو ورودی یکم اینجا یه چیز دارم به اسم کاستمر آیدی. اینجا هم اگه نگاه کنین بازم اینو دارم. خب اگه من همین کاستمر آیدی رو بذارم اینجا و اینو دوباره اجرا کنم میبینین که 500 تا خروجی دارم و این بار هم شماره مشتری رو دارم، هم مثلا شماره سفارش رو دارم، هم حالا مبلغش رو دارم، اطلاعات کاملی از این فرد هم دارم. خب به همین راحتی میتونیم پس چیکار کنیم؟ اطلاعات مشتریامون رو ترکیب کنیم. حالا میتونیم این بار همین حلقه و همین اتفاقی که گفته رو با اطلاعات کاملتری بفرستیم. یعنی مثلا اگه بار قبل شماره تلفنی نداشتیم اینجا میتونیم شماره تلفن رو هم اضافه کنیم، یا مثلا میتونیم شهر رو هم اضافه کنیم، چیزایی که توی فیلد اولیه‌مون نبود. توی سفارشی که ما داشتیم این چیزایی رو نداشتیم، اما داخل اطلاعات مشتریانش این چیزی وجود داشت. چجوری اینا رو با هم دیگه مچ کردیم؟ با چنین گرهی که اومدیم گفتیم بیاد نوع کامباین باش و فیلد ها رو مچ کن. حالا اگه این فیلد ها توی اسماش هم متفاوت باشه فرقی نداره، اینو میتونیم باز کنیم بگیم مثلا حالا توی گره اولم اسمش مثلا کاستمر آیدیه، توی گره دوم مثلا اسمم
اگه اسم دیگه بود اونو بکشیم بیارین اینجا، یعنی واقعا میتونه بیفته. خب اینجا هم با مرج آشنا شدیم و فهمیدیم که چجوری میتونیم با استفاده از مرج یک دیتای جدیدی رو اضافه کنیم به دیتاهای قبلیمون یا دو تا نوع دیتای مختلف رو با هم دیگه ترکیب کنیم. حالا اینا دقیقاً توی جاهای مختلف استفاده میشه. مثلا فکر کنین شما میخواین یک موضوع خاصی رو سرچ کنین و نتایج اون موضوعات رو با هم دیگه تجمیع کنین. خب یکی از کارهایی که میتونین انجام بدین با همین مرج. یه سری ارورهای رایجی که پیش میاد رو با هم دیگه چک کنیم. بعضی وقتا ممکنه شما یه فیلتر داشته باشین، مثلا یکی فرست نیم یکی فرست آندرلاین، این همیشه به چالش ممکنه بخوره. اگه یادتون باشه این مشکل رو داشتیم که بعضی وقتا ما خواستیم یک عددی رو با رشته مقایسه کنیم. توی این موارد هم بعضی وقتا مشکل داریم. بعضی وقتا اصلا ما می‌خوایم یک دیتایی رو بگیریم ولی دیتای داخلش خالیه. برای اینا هم باید همیشه اینو چک کنیم و یک راهکاری براش داشته باشیم. و همیشه هم که گفتیم دیگه اوتپوت گره قبلی رو چک می‌کنیم تا ببینیم چی هست. خب اینم یک سری اصل اساسیه که همونطور که دیدین ما اومدیم و مثلا بعضیاشو استفاده کردیم. ولی خب این کامل نیست. برای کامل کردن مثلا ما اومدیم مثلا دستین رو چک کردیم. اینجا به جای مثلا get رو باید اسمش رو بذاریم get user. اینجا مثلا باید بزنیم get orders. و حالا بعد از اینکه اسمش رو عوض کردیم یکی دیگه از راه اینه که بیاین و یک سری از اتفاقات جداتی که مسیرهایی که داره اتفاق میفته رو با استفاده از استیکی نودا از همدیگه جدا کنیم. مثلا من اینجا یه استیکی نود اضافه میکنم و حالا متن توشم خالی میکنم، رنگ خاصی بهش میدم. میگم مثلا اینجا اون قسمتی از بخشایی از کار منه که میخواد پیام ارسال کنه. حالا من میتونم اینجا حتی بالا با استفاده از قوانین مارکاپ اون چیزی که لازمه رو بنویسم. این میاد مال قبلشه که مثلا میاد سفارش ها رو با هم دیگه یکسان میکنه. میتونم یه دونه استیکر دیگه بذارم، مثلا اینم بیام اینجا بذارم، اگه توضیحاتی هم هست اینجا تک تک برای هر کدومشون بنویسم. کاری که این رنگ بندی ها انجام میده فقط اینه که شما میدونین و راحت تر اینا هستن دیگه، قابلیت جداسازی داره براتون. فقط یکی از استفاده‌های مهمش همینه. یه مورد دیگه هم که بود این بود که خب حتما وقتی میخوایم چیزی رو اجرا کنیم اول از منوال استفاده میکنیم. حالا اگه درست بود و همه چیز اوکی بود میتونیم اینو عوض کنیم به هر چیزی که خودمون میخوایم. مثلا من برای یک بازی که مطمئن شدم اینا درسته و داره درست کار میکنه میتونم بگم اینو بیاد هر دقیقه اجرا یا حالا هر چیز دیگه. خب حالا میخوایم چک کنیم ببینیم اون چیزی که ما روی کاغذ نوشتیم میتونه اتوماسیون بشه یا نه. چجوری باید بفهمیم؟ باید اینجوری ببینیم آیا ورودیایی که ما میخوایم استفاده کنیم مشخص چیه. مثلا ما اینجا میدونیم که اسم کاربر مثلا کجایه، یا مثلا شماره سفارش رو ما داریم، مبلغ رو ما داریم و حالا میخوایم بیایم بریم تو مراحلی که تصمیم بگیریم. خب اینا از قبل مشخصه دیگه. میتونیم تصمیمایی که میخوایم بگیریم رو اول مشخص کنیم یا نه. بعضی وقتا هست میگیم آره مثلا اگه سفارش اینطوری بود، این مبلغ رو داشت، این شرایط رو داشت، پس این از قبل باید لاجیکش مشخص باشه. مسئله بعدی فرمت داده. همونطور که دیدین مثلا من تو این مرحله که داشتم چون یکی از فرمت‌های دادم استاندارد نبود به مشکل خوردم. وقتی می‌خواستم بگم بیا و مبلغ سفارشی که بالای 5 میلیون هست را دیتابیس خروجی بگیرم نمیتونستم، چون اون فرمتی که داشتم درست نبود. پس قبلش باید بیام و یک بار اینو درستش کنم. و شاید آخرین چیزی و از همه مهمتر اون چیزی که لازمه تا شما آماده داشته باشین اینو ببینین که این چیزی که چیندین آیا همیشه قابل تکراره یا نه. شاید یک فلوی رو چیندین، یک مسیری رو چیندین که فقط برای امروز جواب بده. یعنی تو ورودی هاتون اومدین مثلا تاریخ رو بر اساس تاریخ امروز زدین. خب این دیگه برای قابل تکرار نیست چون فردا نیاز داره به تغییر. پس باید
بیاین و اینو یه کاری انجام بدین که در هر زمانی قابلیت تکرار داشته باشه. این جلسه با هم دیگه یاد گرفتیم با استفاده از ایف و سویچ مسیرمون رو مشخص کنیم. حالا میتونه 2 تا مسیر باشه و میتونه چند تا مسیر. یاد گرفتیم اگه تعداد آیتم هایی که داریم زیاد بود نیایم همه رو یک جا اجرا کنیم که حالا سیستم کرش کنه یا مشکلی براش پیش بیاد. به جاش بیایم و از لوپ استفاده کنیم. بیایم تقسیمشون کنیم به تیکه های کوچیک‌تر و هی داخل لوپ اینو بررسی کنیم. و بعضی وقتا هم که می‌خوایم دیتا رو از چند مرجع مختلف، حالا مثلا من اینجا یک دیتابیس به اسم یوزر و یک دیتابیس به اسم اوردر داشتم، می‌خوام اینا رو با هم دیگه یکی کنم. یاد گرفتیم چجوری از ابزار مرج استفاده کنیم. حالا میتونین برای اینکه خودتون مطمئن بشین که آیا چنین چیزی رو یاد گرفتین یا نه، بیایم این تمرین رو انجام بدیم. زمانی که یک کاربر مثلا وارد سیستم میشه یا مثلا وارد رباتتون میشه، پیام داخل ربات به شما میده، چک کنین ببینین این کاربر جدیده، بهش پیام خوش آمدگویی بگین. اگه کاربر جدید نبود ولی خریدهای بالای 3 میلیون تومان داشت، مثلا تگ وی آی پی شو بهش بچسبید یا به عنوان وی آی پی تشخیصش بدین و بهش یک پیام داخل تلگرام بدین. امیدوارم که آموزش براتون مفید بوده باشه و این تمرین رو هم میتونین برای من ارسال کنین تا با هم دیگه بیشتر موفق باشین. خدا